برست، پدر و مادر احترام کن، دعاشو بگیر. روزی می روند والله قامتت می شکنه، خانت به نور می شود، تاریک می شود زندگی. خیلی حیات دیگرگون تغییر می یابد، به سرپوشه می مانی. باورم نیست پدر رفتی و خاموش شدی، ترک ما کردی و با خاک هم آغوش شدی. خانه را نور اگر بود زی رخسار تو بود، ای چراغ دل من از چی تو خاموش شدی. بهار آمد نیامد بوی مادر، شدم پزمان چشم و روی مادر. نمی ارزد هزاران نوده گل و یک تاری سفید موی مادر. برادر بزرگوار به قدرش پر است که نمی آبیش. والله قسم ده آرزو مثل من بر این می سوزی، می خواهی که یک بار پیداش کنی ای پدر جان بگوی دیگر نمی آبیش. می خواهی جای تنهایی باشی یک فریاد کنی تا اینکه درون سینت خالی شود، چون اینجا هم پیدا نمی کنی. برادر عزیز و بزرگوار به قدر پدر و مادر برس. برادر عزیز و بزرگوار به قدر برادر برس، به قدر یار و دوست برس، آخر جدا می شوی. چی نوعی که امروز از رمضان جدا شده ای ساده ای، روز از این عزیزها جدا می شوی. اگر تو نروی حتما اونها از تو می روند و جدا می شوند. یک عمر از این بی پرواگی و بی احترامی می سوزانند تو را. یک عمر از فراق از داغشو می سوزی برادر عزیز و بزرگوار. و آخر جبرائیل علیه السلام گفتند و عمل ما شئت فانک مجزی به. عمل کن، هر کاری میخوای برادری عزیز بکن، ایرا فراموش نکن که آخر از این کردار جزا میبینی. اگر عملی خوب باشه به سر بلند، به آب و رو، به عزت و به حرمت نزد پروردگار میروی.